که زدیم نگاه میکنیم الان 6 داریم. پس این کنیم ما 6 تا خط میزنیم. دور 1 دور 2 دور 3 دور 4 دور 5 دور 6 تا خط اینور میکشیم. 1 2 3 4 5 6. بعد به پایین ترین تایممون نگاه میکنیم که الان 48 تا 58. رکوردش اتفاقا اولین لپش هم هست. آفرین. 48 رو میذاریم عدد پاییمون. عدد پایه. بعد دونه دونه میایم بالا. 49 50 51 52 53. فکر میکنم کارمون یه ذره سخت‌تره چون حتی 57 هم داره ایشون. درسته؟ حالا نمودارتو میتونی یه ذره عمودیشو بلندتر بکشی. ما به اولین لبمون نگاه میکنیم 48 تا 58. روی نزدیک 48 تا 49 از این ور میذاریم، این ور هم اینطوری میکنیم. درسته؟ بعد یه دایره میکشیم تا اینو میزنیم. 48. اونجا نمیخواد اینو بنویسی، هم شلوغ میشه هم کار طول شما یه عدد 1 بذار، یعنی لب 1شه. آره خودت اذیت نکن پسرم. دومی لب دوم 55 و 73 نزدیک 50. چون نه 55 ببریم بره بالا.